یه سوال ازت دارم. اگه بهت بگم بیشتر آدم ها توی یه زندان نامری گیر افتادن باور میکنی؟ زندانی که نه میله داره نه نگهبان، زندانی که حتی خود زندانی ها نمیفهمن توشن. بهش میگن ماتریکس. همون لحظه‌ای که صبح با بیمیلی از خواب بیدار میشی، میری جایی که ازش متنفری، برمیگردی خسته، گوشی دست میگیری و دوباره میخوابی. این چرخه اسمش زندگی نیست، اسمش خوابیدنه. امروز میخوام بهت بگم چطور بیدار بشی و از این ماتریکس بیرون بزنی. تو فیلم ماتریکس یه دنیای شبیه سازی بود، اما توی دنیای واقعی ماتریکس یعنی سیستمی که ما رو درگیر میکنه. سیستم آموزشی رو یادت بیار، از همون بچگی به همون گفتن بشین، نپرس، فقط جواب درست رو بده. نتیجه میلیون ها آدم درس خوندن بدون اینکه بفهمن واقعا چی میخوان. بذار بگم چرا اینجایی. تو اینجایی چون چیزی میدونی. اون چه میدونی نمیتونی توضیح بدی، اما حسش میدونی. در تمام زندگیت حس کردی که ایرادی در کار دنیا هست، نمیدونی چیه، ولی این حس وجود داره، مثل قده‌ای در افکارت و آزارت میده. به خاطر این حسه که پیش منی. میدونی از چی حرف میزنم؟ ماتریکس. رسانه ها همیشه پر از ترس، جنگ، بیماری، ناامیدی. حتی وقتی زندگی شخصیت خوبه، بازم حس میکنی دنیا در حال سقوطه. و شبکه‌های اجتماعی اونجا جاییه که ماتریکس مدرن ساخته میشه. تو اسکرول میکنی، میخندی، مقایسه میکنی و نمیفهمی چطور 2 ساعت عمرت رفت. اینا همه سیم‌هایی هستن که ماتریکس به مغزت وصل کرده. چون مغزمون راحت طلبه، مغز دوست نداره سختی بکشه. میگه کتاب خوندن سخته، بیا بریم تیک تاک. ورزش کردن نه بابا، بیا چیپس بخوریم. و ما فکر میکنیم انتخاب خودمونه، ولی در واقع انتخاب ماتریکسه. یه داستان واقعی برات بگم. یکی از دوستان میگفت من میدونم باید زبان انگلیسی یاد بگیرم، ولی حسش نیست. 3 سال گذشت و هنوز همون آدم سابقه. چرا؟ چون ماتریکس خیلی آروم و نامرئی کارشو میکنه، نمیذاره تغییر کنی. تو باید حواستو جمع کنی. ماتریکس چیه؟ کنترل. ماتریکس دنیای خیالی ساخته کامپیوتره به منظور اعمال کنترل بر ما، برای تغییر یک انسان به این. نه، باور نمی کنم. حالا راهکار چیه؟ اول باید بفهمی که توی ماتریکسی. همون لحظه‌ای که حس کردی زندگی فقط داره تکرار میشه، باید به خودت شک کنی. یه جورایی مثل نیو توی فیلم که گفت یه چیزی این وسطا غلطه. یه بار به خودت نگاه کن. روزی چند ساعت خبر میخونی که به درد زندگیت نمیخوره؟ چند بار به ویدیوهایی میخندی که فرداش یادت نمیاد؟ ماتریکس از همون استفاده میکنه. از این به بعد انتخاب کن چی وارد ذهنت میشه. کتاب، پادکست، آدمهای موفق. اینا غذای ذهن سالمه. این دنیا پرده شده روی چشمات تا نتونی حقیقت رو ببینی. کدوم حقیقت؟ که تو یک برده ای مثل دیگران در اسارت به دنیا آمدی. تولد در زندانی که طعم و رنگ و بوش رو حس نمی کنی. زندانی برای افکارت. یه روز یکی بود که همیشه عادت داشت هر شب تا 2 نصف شب پای گوشی باشه. وقتی تصمیم گرفت فقط 30 دقیقه قبل خواب کتاب بخونه، توی 6 ماه زندگیش عوض شد. چرا؟ چون ماتریکس ضعیف‌ترین نقطه‌اش عادت‌های کوچیک توئه. با تغییر همونا کل سیستم میریزه. ماتریکس میخواد همه رو مثل هم کنه. یه بار از خودت بپرس واقعا من کیم؟ چرا باید مثل بقیه باشم؟ جک ما وقتی 30 بار برای کار رد شد، همه گفتن تو به درد نمیخوری، ولی اون باور کرد که مسیرش متفاوته و نتیجهش شد علی بابا و میلیاردر شد. وقتی مهارت داری، وقتی بدنت قویه، وقتی ذهنت شارپه، دیگه وابسته به ماتریکس نیستی. اون موقع تو انتخاب میکنی نه سیستم. بذار یه تصویر بهت بدم. تصور کن یه روز بیدار میشی و دیگه توی ماتریکس نیستی. گوشی رو میذاری زمین، به جای خبر یه کتاب برمیداری، به جای شکایت روی مهارتت کار میکنی. کم کم میبینی آزادی یعنی همین. خیلی ها قبل از ما این کارو کردن، مثل ایلان ماسک، جک ما و خیلی های دیگه. تنها فرقشون این بود که قرص قرمز رو انتخاب کردن. یادت باشه هیچ کس جز خودت نمیتونه تو رو نجات بده. ماتریکس همه جا هست،
توی مدرسه، توی اخبار، توی گوشی، اما همیشه یه انتخاب داری، بخوای بیدار بشی یا بخوای بخوابی. پس حالا بهت میگم انتخاب با توه، قرص آبی یا قرص قرمز.